سلام، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و خنده تکراری ترین اتفاق زندگیتون. من مانا رجبی هستم و شما بیننده برنامه در شهر. با ما باشید. مهمون امروز برنامه ما نیازی به معرفی ندارن. ایشون که متولد 30 بهمن 1353 در شمیرانات هستن، قطعاً تا به امروز بارها خنده رو به لبای شما نشوندن و شادی رو مهمون دلهاتون کردن. اما نکته جالب اینجاست که ایشون به صورت خیلی اتفاقی وارد این حرفه شدن. داستان از این قراره که روزی روزگاری نه چندان دور زیر گنبد کبود نمایشی به اسم گردنبند در کانون ناشنوایان در حال اجرا بود. کارگردان این برنامه با یکی از بازیگرها به اختلاف میخورن و این اختلاف منجر میشه که بازیگر از کار کناره‌گیری میکنه. کارگردان هم پیراهن به تن بدریدی زنگ میزنه به دوستش که هم کلاسی مهمون برنامه ما بوده که هاشا بی بازیگر ماندیم چه کنیم. مهمون برنامه ما از قضا اون روز پیش هم کلاسیشون بودن و پیشنهاد میدن که من این نقش رو میپذیرم. با کارگردان ملاقات میکنن، نقش رو میگیرن و بازی خوبشون باعث میشه که کارگردان و دیگر عوامل خیلی خوششون میاد و فیدبک خیلی خوبی بهشون میدن و ایشون در این حرفه میمونن. اما جالبتر این که ایشون امروز یکی از بنامترین و موفقترین هنرمندان در ژانر طنز هستن. بهزاد محمدی عزیز، کارگردان، نویسنده، بازیگر، امروز مهمون ما هستن با پسر گلشون امیر سالار. سلام، به برنامه ما خوش اومدید. سلام. منم یه چیز سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بیننده های خوبتون. بله، توضیحات خیلی جالبی بود. من الان شما صحبت میکردیم مونده بودم که اینا رو چقدر دقیق در آوردین. حالا از احتمالاً حالا اطلاعات قبلی یا حالا در صورت هر جوری که جمع‌آوری کردید، دلم میخواست که اسم محبود فولادوندم بگم. بله. اون شب که ما درس میخوندیم با هم، من و محبود فولادوند، ایشون به من فیزیک یاد میداد. فیزیک من ضعیف بود، محبود داشت با من کار میکرد که از همین الان اینجا هم خیلی سال ندیدمش. براش آرزوی موفقیت میکنم که اولین شبی که من وارد این کار شدم و موفقیت های بعدی رو برای من رقم زد، مدیون اون نشست و اون کلاس درسی با محبود فولادوند. مرسی از توضیحاتتون. امیر سالار خوش اومدید. سلام. مرسی عزیزم. ونکوور خوش میگذره؟ خب من یه کوچولو با بابا صحبت کنم بعد میام سراغ شما، باشه؟ خیلی خوش میگذره. الان موندی اینا چجوری برگردونیم. خب حالا خوب از اینجا میری تورنتو. برم سراغ سوالا؟ بفرمایید. شما یک شبه هنرپیشه شدید، یک شبه هم ازدواج کردید. هنرپیشگیشو من گفتم، ازدواجشو شما بگید. ازدواجش هم من بگم؟ بله، من واقعا تصمیم به ازدواج اصلا نداشتم. یک دوستی داشتم به نام فرشید کشوات که خواهرش، من 7 سالی بود با فرشید رو با این خانواده دوست بودم. خیلی خانواده دوست داشتنی بودن. بعد یه شب تولد من بود. مادر فرشید که میشه الان مادر خانومم در اصل، مادر خانومم و خانومم سپیده، تولد من بود. چند شبی از تولد من گذشته بود. در اسفند ماه سال 88 تو اسفند ماه با یه مقدار تأخیر اومدن منزل من که یه کادو تولد منو بدن و بعد گفتن که آره برای سپیده خواستگار اومد و داره ازدواج میکنه. گفتم جدی؟ به سلامتی؟ چه خوب. خلاصه چی؟ بعد همجوری خود گپ میزدیم و همچون به شوخی مادر خانم برگشت گفتش که نیومدی بردن. بعد ما گفتیم که ما نمیرسیم که میخواد ازدواج کنم. خلاصه ما هم به شوخی، شوخی همین شد و گفتیم که ما تو خونه دوستمون که میریم وقتی با برادرش دوستیم، رسممون نیست که بریم خواستگار آبجیش بشیم و این از مرام حالا تهرونی بودنمون، لور بودنمون یا هر چی شمرونی بودنمون که بعد قرار شد اینا برن مسافرت تعطیلات نوروزی. رفتن
با پدرشون اینها بعد از تعطیلات دقیقاً بله 15 16 فروردین من رفتم خونهشون با باباشون صحبت کردم. 16 اردیبهشتم 1 ماه بعد بستیم کارو جمع کردیم. من همیشه میگفتم که واقعا آدم میخواد زنم بگیره یه همچین دختری رو بگیره که میدونستم که مرام و معرفته بوده آره که نه دختری که نمیدونم شاید لفظش قشنگ نه وقت چیزی برای دیگران نباشه. ما همچی حرف میزنیم دقیقاً همه یا تو فضای مجازی یا هر جا میگردن دقیقاً اون یه ذره نقطه‌ای که مثلا ممکنه بعد بوده در آفرین دقیقاً همین صورته. ولی خب دیدم یه اصطلاح لازرورقیه دیگه. ما دیدیم یه دختر خانم واقعا خانوادهش جدا همین الان بعد از 14 سال میگم که خانواده زارم تلان واقعا زنده باشن مثل پدر مادر خودم پدر مادرم رو دوست دارم. ان شاءالله که به پای هم پیر بشید ولی جوان بمونید. بهزاد جان یکی از معدود هنرمندانی هستن که خیلی ویلکامینگ بودن پشت استیج، یعنی هر کی میومد خیلی خوشرو عکس می‌خواستن بگیرن میگرفتن. با اینکه میگم استرس فول بود کار ولی انرژیتون ماشاءالله همیشه بالاست. آره من یه نفرم اومدم، یعنی من یک نفره از ایران اومدم، 1 نفرم کارو جمع کردم با بچه‌های اینجا. بله. خود عارف گیریمو خودتون انجام میدین، حالا میرسیم بهش. بله. تیم خودتون بله. چجوریه یه نفره؟ این که میگیم با مردم بالاخره ما از خود این اینجوری اومدیم بالا و اصلا از اون دور اوایلش دوست نداشتم. حتی من توصیه به همه هنرمندان میکنم که هستین، همین مردم هستن که از همینجا اومدیم بالا و این عزیزانن که من و شما رو آوردن بالا و اصلا خودشون رو جدا نبینن و از بالا نگاه نکنن مردم. بله خب بالاخره لحظه اجرام فرا رسید. امروز 9 سپتامبر بله ونکوور خدمت شما شد که بریم آقا به قول معروف بریم ونکوور رو بترونیم. شما خیلی زود پله‌های ترقی رو طی کردید، رفتید بالا، سینما و تلویزیون سریال تلویزیونی هم بازی کردید ولی تئاتر رو بیشتر انتخاب کردین و در یک نقطه تصمیم گرفتید که من میخوام خودم بنویسم، خودم کارگردانی کنم و خودم فقط تاکید میکنم فقط نقش اول رو بازی کنم. میخوام ببینم که چی باعث شدش که این اتفاق افتاد. آیا کارگردانی رو دوست داشتید، نویسندگی رو دوست داشتید، بازیگری رو دوست داشتید، نقش اول بودن رو یعنی دوست داشتید؟ بله. نمایشایی که بازی میکردم بعد از چند وقت که خدا رحمت کنه آقای نوذری و آقای خکرته انشالله که سر حال باشه حالشون هم خوب باشه. سعید توکل‌نا یه سریالی داشتن دوران قدیم در دهه 70، اواخر دهه 70 که جدی نگیرید بود، اومدن سراغ من وارد تلویزیون شدم و تا آخر تا سال 85 قریب به 300-400 برنامه تلویزیونی داشتم، 600 قسمت. مثلا برنامه سریال داشتیم مثلا 60 قسمت بوده، 70 قسمت بوده. چند تا سریال مثل مهمان پذیر توبا که با داوود رشیدی کار کردم، زندگی یاد داوود رشیدی. ولی در سال 80 یه اواخرش با تلویزیون ایران یکی دوتا مورد داشتیم، یه خورده حالا حق نمیشه بگی حق خوری است، به سازمان رفت نداشت. کسایی که تهیه کننده شده بودن آدمای همچین صلاحیت داری نبودن و این انگیزه باعث شد که من دیگه کلا از تلویزیون اینها اومدم بیرون و بعد برای خودم کار کردم. البته زیادم ناراضی نیستم. در بولینگ عبدو یه نمایشی رو ما خواستیم بریم صحنه، به توافق رسیدیم با یه کارگردانی که من نقش اولش رو بازی کنم و 30% از فروش مال من باشه. بعد دیدید خوبه نقش اولی هم برای مال کار کسی دیگه رو بازی کردیم، اول زهرش جای دیگه ریختیم، بعد دیگه بله اونجا نقش اول رو بازی کردم. بعد از 6 ماه
اولین نمایش خودم شروع کردم. چیزی که برای من واقعا امیزینگ بود، خیلی واقعا نمیدونم فارسی چی میشه، خیلی باعث تعجبم بود این بود که اولا که خیلی سریع که نیومده که اوردی داشتید اون ارتباطه رو با مخاطبین که هیچی. یه وقتایی یه جاهایی رو استیج فقط نگاه میکردین و همه میخندیدن. شما مثلا وای میستادین همه میخندیدن و من اینجوری بودم که خب این باید احتمالاً از سالها اومده باشه، میدونین، یعنی چون حتی اوایل شو بود، اوایل اجراتون نمیتونم بگم مثلا مردم افتاده بودن روی اون دوره خنده. شما کنه رو دلش خراب میشه مثلا میگم اذا میآوردی فرش میکنی بعد میاد تا سه اذا میآوردی فرش میکنی بعد میاد تا سه معنیش چیه؟ معنیش چیه؟ چیزی جالب ترش برام بعد از اینکه داشتم به این مسئله فکر میکردم که چطور انقدر آدم‌ها ریاکشن اینجوری نشون میدن بهتون، این بودش که چجوری اصلا میشینید مثلا وقتی میخواین فکر میکنم حالا اگه درست بگم مهمترین همون، یعنی 5 دفعه 10 دفعه این رو گفتید هر دفعه بیشتر میخندیدن. فکر میکنم معروف ترین شخصیتی که کاراکتری که بازی کردید همته. بله. چجوری مثلا به وجود اومد؟ در دورانی که از سالارم خیلی کوچکتر بودم تو خونمون مستاجرای ملایری داشتیم. اینا آره ذهنیت لحن شیرین از اینا تو ذهن من بود که این از اونجا شکل گرفت. در دور اوان کودکیم اونا مثلا با هم لوری که صحبت میکردن برای من لهجه شیرین و قشنگی بود و بعضی موقع هم قاطی میکردن با هم دعوا میکردن میزدن اون کانال دیگه، ما میخندیدیم لذت میبردیم و اون لهجه از اونجا برای من شکل گرفت. عالی. به بینندگانمون بگم که امیر سالار فرزند اول بهزاد جانه و در کارها همکاری میکنه باهاشون. 12 سالشه. خیلی ممنونم که دعوت رفت تو 13 سال دیگه. بله. به اوکی. پس بله. تقریبا همسن دختر منی. پس خب برامون تعریف کن که کارو اول چی کار میکنی، اصلا توضیح بده چی کار میکنی بابا. من تو ایران ورزش میکنم و من جالبه که اصلا نه الان نه هیچ وقت اصلا من هیچ کاری توی کار بابام نکرده بودم و اولین بارم بود که رفتم و این کار شروع کردم. خیلی سخت بود اولین اجرای تورنتو. من یعنی قشنگ خیلی قلبم حس میکردم داره در میاد. حق داشتی. خب این مسئولیت خیلی بزرگ. بله مسئولیت. بله. بعدم میدونه که باباش مثلا توی کار جدیه و عصبی قاره اونجا خیلی دیگه استرس بیشترش هم به خاطر اینکه یه بازیگر رو صحنه اگر مثلا یه دیالوگ اشتباه بگه عوضی بگه یادش بره بابا میتونه جمعش کنه، اما اگر من یه موزیک رو اشتباه پلی کنم هم اون موزیکه تایمش میره همین موزیکی که اشتباه پلی کردم و اگه بخوام یه جای دیگه پلی کنم اون موزیک لو میره. درسته. به چه آنالیز قشنگی از کار داری. حالا دوست داشتی کارو؟ کاری که دوست داشتم، اما من هیچ وقت کار بابامو ادامه نمیدم. نمیدی؟ چون که کار بابام مثلا من اگه ادامه بدم و به جای برسم میگن که این مثلا پشتش به باباش گرم میده و از باباش یاد گرفته. نمیخوای اونجوری باشه، میخوای که پای خودت تموم شه و میری یه کار دیگه. نه. چی کار میخوای مثلا بکنی؟
من هدف اصلیم فعلا بسکتبال. آفرین بهت، چقدر خوشگل صحبت میکنی ماشاءالله. آفرین بهت. خب کارهای بابا رو نگاه میکنی؟ خیلی. فقط تئاتر رو یا مثلا کارهای قبلیشون هم نگاه میکنی؟ کارهای قبلیشونو من فقط تئاتر رو تونستم ببینم. کدوم بیشتر دوست داری؟ من خودم به شخص عاشق قهوه‌خانه آره اونو بیشتر از همه دوست داری. شخصیت بابا رو دوست داری تو اونجا؟ من کلا چون که تو اون تئاتر هستم به دنیا اومدم و کلا اون تئاتر رو خیلی دوستش دارم و برام یه نوستالژی خاصی داره. آفرین. آره. آفرین. اسم سالار هم به خاطر همون شخصیت سالار در اون نمایشه دیگه. بله. فکر نکرده بودم به اون شخصیت سالاری که در ذهن من بود برای من نوستالژی بود و توی نوشته هام اومد و شخصیت سالار رو خلق کردم. من واقعا به نظرم که قوی ترین قدرترین هنرپیشه‌های مرد ایرانی بوده و هست و ما خواهد ماند استاد بهروز وثوقیه که از همین الان آرزو سلامتی میکنم براشون و این شخصیت بزرگ. ما هم در اون دوران بچگی فیلماشون رو میدیدیم. دلم میخواست اونو بیارم رو صحنه یه جوری، یه شخصیتی نه در حد ایشون که اصلا در حد ایشون نبود و نخواهد بود، تا ذهنیتی که ما داشتیم این بود که اون شخصیت دوست داشتنی بود، یک مرد به تمام معنا که اون سالار رو آوردیم و بعدم ما دوست داشتیم مثل پسرون مثل سالار. ایده من بود که سالار هر جوری بزرگم بشه هر جوری صداش کنن خوبه، آقا سالار، عمو سالار، نمیدونم سالار خان، حاج آقا، هر چی بگن بهش بگن به سالار میاد. عالی. خب پس اینجا که به نظر میاد بعد شخصیت مورد علاقه خودتون هم سالار. بله. سالها با قهوه خونه؟ بله 10 سال طول کشید. 10 سال. و خب obviously میفروختید و یعنی مردم استقبال میکردن. چی شد که تصمیم گرفتید دیگه بسه؟ باز همون قضیه درجا زدن رو از دستم برم دوباره یه فضای ذره متفاوته. قسمت اولش رو نوشتم که 5 سال اجرا شد. یه مدتی اذیتمون کردن، یه چند ماهی که کار نکردم. ممنوع کار که نه، زیاد در خود جمع تئاتریا میزنن برای آدم دیگه، مثلا زدن برامون، حالا برای چیزای کارهای خیلی پیش و پا افتاده و معمولی که بعدش دوباره شروع کردم. قسمت دومش شروع کردیم، اونم چند سال رو صحنه رفت اجرا شد و بعد از اون دیگه اومدم سومیش مثلا دیگه اومدم بیرون، رفتم گفتم چند تا کار دیگه هم بنویسیم یه خورده متفاوت تر باشه و الان تصمیمم اینه که بعد از دقیقاً 11 سال که از آخرین اجرای قهوه خانه زری خانم 2 که خانه سالمندان ازدواج در قهوه خانه بود گذشته، برم تهران. قصد دارم که قهوه خانه زری خانم 3، حالا با هر اسمی که هنوز اسمش مشخص نشده، برم انشالله این کار رو میخوام انجام بدم اگر بشه. باز من میگم اینقدر اتفاقاتی در ایران هست، مشکلاتی داریم، من واقعا اعتراضم اینو میکنم اگر هر کسی هم که میخواد بشنوه یک شخص عادی معمولی که هیچ کاره حسن بود میاد مثلا در تئاتر من مثلا بعد یک چیزایی واسه خودش مثلا برداشت میکنه که بعد تمام کارشناسای ارشاد، کارشناسایی که حتی بعضیشون روحانی بودن ولی کار بلد بودن، دانش تئاتر داشتن، اینا میومدن باهاش صحبت میکردن که این آقا رو آوردن توی برنامه توی جایی که همین طرف که شکایت کرده بود که آخه شما چرا مثلا یه همچین دیدگاهی داری، ولی یه دفعه جلو کار ما رو میگرفتن. بله خیلی خیلی مشکلاتی داره. اگر حالا بذارن انشالله درست میشه. انشالله. خب اینا رو شاید اگه میشه مثلا خیلی کوتاه‌تر جواب بدید که زود جمع شد. وقت برنامه بله بهتر. ما دوست دارم ولی این سوالا رو بپرسم ازتون. بیشترین خاطره‌ای که دارید حالا خوب یا بد، اگه بگن یک خاطره از دوره کاریتون بگید کدوم براتون بیشتر؟ خاطره خوب زیاد دارم. شبایی که بچه‌هایی که
سندروم داون دارن، این بچه‌هایی که حالا یه مشکلاتی دارن، اینا رو که تو اینستاگرام من هست، اینا رو دعوت میکنم میان تو سالن میشینن میخندن، بعد همشون رو میارم رو صحنه، اونجا میزنیم با هم میرقصیم. خیلی خیلی صحنه‌های واقعا به یاد ماندنی و ستار تیک آبی داره اون صحنه‌ها برای من همیشه. دستتونم درد نکنه. خندوندن مردم واقعا بزرگترین، من فکر میکنم بالاترین فریضه است. فریضه. دنبال این لغت بودم. خب اگه بهتون بگن که شما آخرین نفر هستید از این نسل برای نسل بعدی، یک جمله یا حالا یک نصیحت، چی میگین؟ میگم از کار کرم خیزد و دیزی پر گوشت، ز بیکاری ورم خیزد و سیلی پس گوش. پس اونم خنده‌دار میگین آره، یعنی باید همه کار کنن، زحمت بکشن تا به جایی برسن. هر کی این نیست که یه دفعه یه چیز از بالا بیفته واسه شما، که واقعا همه بعضیا فکر میکنن اینجوری هم میشه. نمیشه آخه. بهزاد محمدی چجوری توصیفش میکنین؟ کیه؟ بهزاد محمدی این که خودش رو خیلی بالا نگرفت، خیلی بالاتر از مردم ندید و در دل مردم جون گرفت و در دل همونها رشد کرد و در دل همانها هم ماند. تو خونم فان هستین؟ نه زیاد. تو خونه نه که فان نباشیم. چرا دوست فان نیستم؟ نه. بله خب مثلا بعضی جاها باید جدی باشیم. آخه متاسفانه یه چیزیه، شما میری مثلا میگی آقا یه عسل بخره، بعد میگه عسل نه. ما اونی که رو صحنه هستیم توقع رو بردیم بالا، همه از ما اون توقع رو دارن. آخه دیگه کمدیای من برای اینا خرج شده است. اصلا خرج شده است. شما همین نمایش منو که شما میای اینقدر لذت میبره، اینا میان میشن همینجوری میشه. خب دیدن دیگه خرج شده دیگه. بله دیگه اون لذت رو نداره براش. سخن آخر که چی؟ خیلی راضی بودم از ونکوور، خیلی راضی بودم از مردمش، ایرانی های اینجا خیلی خوب بود، فراتر از اون تصوری بود که من داشتم. سالنم خیلی با انرژی، خیلی خوب بودن. از ونکوور خیلی راضی بودم. تورنتو هم همینطور، البته که هیچی، کانادا خیلی خوبه، به منم گفتن بمون، منتها متاسفانه من شرط موندن ندارم و برمیگردم دوباره به وطن دیگه. انشالله زود بعد از وطن دوباره برگردید اینجا. انشالله. امیر سالار ازت ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی. امیدوارم که تو بسکتبال موفق بشی و دفعه بعد من با خودت به خاطر موفقیتت تو بسکتبال صحبت کنم. بله خیلی هم درگیر بسکتبالش هم مدیون یک مربی خیلی خوبه، آقای دیوان بیگی. بله یه چیزی هم یادمون رفت، قرار گذاشته بودیم رفتیم خواستیم مصاحبه کنیم، پلاکتو در بیاریم می‌خواستیم صحبت کنیم. یادمون رفت. پسر مجلس پلاک داره برای ارتودنسی، یادمون رفت. اینم بزن قدش که یادمون رفت. من اول به شما یه تبریک میگم برای بزرگ کردن همچین بچه‌ای، حالا سبب موفق بودنش، اعتماد به نفسش و اصلا نحوه گفتارت. واقعا به خودت هم به مامان بابا تبریک میگم و از شما تشکر میکنم که برنامه دعوت ما رو پذیرفتین. ممنون از شما. اومدین اینجا. همه واقعا عالی بودید، خیلی عالی بودید. مشتاق این هستم که ان شاءالله به زودی دوباره برگردید، ما در خدمتتون باشیم. با افتخار حتما دوباره میام ونکوور و چند تا اجرای دیگه میذارم اینجا. اگر دوست دارین خداحافظی داشته باشید. بله خداحافظی که گود بای دیگه اینو خارجو. خیلی عالی. روز شب ایام به کامتون باشه. از اینکه برنامه ما رو تا به اینجا نگاه کردین ازتون تشکر میکنم. تا برنامه بعدی مواظب حال خوب دلهای هم دیگه باشید. من منتظر شوخی بودم، گفتیم میخوایم 4 تا شوخی بکنیم، جدی بکنیم. آخه من اینقدر ندی که در اون شوخی جورت نمیکنم. مثلا همین که تیم فوتبال رو نمیدونم. آره راستی دختر من دلسا محمدی نونوا شده. سلام به دوستان. امروز منم یه نون میپزم براتون، برای سفره ها. خوب گوش کنین چی میگم. هر روز مامان و بابا نون میخرم براتون. امروز شما قراره نون ببریم براشون.
این ایده قشنگ از خانم معلم ماست. دست بزنید براشون، دست بزنید براشون.